بچه‌ها دقت کنید در مورد سنگ دوشاخ. سنگ دوشاخ باید وسطش تراشیده باشه، یعنی کار دست رو باید احساس کنید. و سنگ دوشاخ معنی ها و تفسیرهای زیادی داره، یعنی نمیشه گفت که قطعا تدفین رو به شما میده. سنگ دوشاخ رو اگر شما داشتید در کنار اون جاده مالرو داشتید و به شما در مسیر مقصد به مبدأ تپه رو داد، بدونید زاغه رو دارید. دوم، اگر در قبرستانی که در ارتفاع بود، نشانه قبرستان نظامی شماست. سوم، اگر در سکونتگاه داشتید دورش خورده سنگ بود، قطعا بدونید مربوط به تدفین حاکم محلی هست از دوران ساسانیان. چهارم، اگر جوغن در دیواره سنگ دوشاخ داشتید مسیر دهنده هستش. اگر جوغن بزرگم روی خود سنگ آب بود مربوط به چشمه هستش. گاهن تدفین سرداری رو هم به شما میده. در کل سنگ دوشاخ سنگ خاص هستش و بسیار با ارزشه، با توجه به شرایط محیطی قابل تفسیر هستش.